سلامتی همت. اون چه روی بمان است؟ باش ای حافظ شیرازی یا تو محرم هر رازی یا اول بس بگو مادر شوهرم چقدر بده. او چی؟ کارایی که با من کرد و فاش کنه یا حافظ شیرازی خدا بیاره بیام. حالا همه که بس ای یار عزیز شما خیلی اذیت شده اید. مادر شوهر شما صبح تا شب در کارهای شما دخالت میکنه. لطفاً مادر شوهرت را یک کتک حسابی بزن. یک کتک حسابی با شلنگ نوشته بزن. مامان ملک ترسی حادثه شوهر شما خیلی خوب است. از این به بعد اونا زیادتر حافظ بکش مادر شوهرم رو. مامان بیا توی فالو بگیر مامان یا اشاره کشم. وایسا الان میام بسه بخورم. ای یار عزیز شما یک هدف دوست داشتنی و فوق‌العاده عالی دل بسته اید. عشق در وجودتان دیده می شود. خوشا به حالتان که چنین با احساس و خوشدل هستید. خدایا حافظم نره من جا خوشدلم. انشالله به زودی خبر خوشی به شما خواهد رسید. خدا چقدر بگوید امروز رسید. حافظ به شما یادآوری می‌کند که خطرهایی در کمین شما هست. اینو واقعا نوشته واقعا. باید چرا بکشم دخالت ها اظهار نظر ها دخالت ها و اظهار نظر ها و برخی کمبودهای ظاهری ممکن است زندگی شما را با مشکل مواجه کند. تکیهگاه شما همین عشقتان باشد. خداوند هرگز فراموش نکنه پناهیم. ای حافظ تو می دیر جا خبر بشی. حافظ